اگه نارنجک رو داخل لوله تانک بندازیم، تانک منفجر میشه؟ از این مدل چیزا حداقل چندین بار داخل فیلم‌های هالیوودی نمایش داده شده. البته چند گزارش از این سبک نابودسازی تانک در جنگ ثبت شده. به عنوان مثال این فیلم که به احتمال زیاد مربوط به جنگ سوریه میشه. مواد منفجره یا حتی یه مانع میتونه مشکلای زیادی برای لوله تانک به وجود بیاره. البته در بیشتر موارد موانع بعد از شلیک از لوله خارج میشن که مطمئناً در اون حالت هم بعد از خارج شدنشون آسیبهایی رو به لوله وارد میکنن. این موانع میتونه شن، ماسه و یا سنگ هم باشه که در سکانسی از فیلم ایندیانا جونز میتونیم یکی از نمونه‌های مسدودسازی لوله تانک با سنگ رو ببینیم. این نوع آسیب رسوندن به لوله تانک به پدالین شناخته میشه. برای مقابله با این نوع حمله ها روی لوله های تانک از نوعی سرپوش استفاده میکنن که به روش خاصی طراحی شده تا تنها چیزی که توانایی عبور ازشون رو داشته باشه فقط گلوله شلیک شده خود تانک باشه. با اینکه لوله ها میتونن به وسیله مواد منفجره و حتی سنگ و ماسه آسیب ببینن، اما آسیب رسیدن به خدمه بعیده، چون ته لوله های تانک یه در وجود داره که معمولاً بسته است و فقط زمان پر کردن لوله تانک باز میشه. این در جوری طراحی شده تا در زمان شلیک گلوله شوک انفجار وارد کابین تانک نشه و همچنین مانع از ورود مواد منفجره و نارنجک به داخل کابین و جلوگیری از کشته شدن خدمه بشه. دو سناریو وجود داره که در اون خدمه در معرض خطر قرار میگیره. یه نارنجک میتونه به داخل لوله انداخته شه در حالی که تانک در حال بارگیریه و در انتهای لوله هم بازه. پس اگه مواد منفجره و یا نارنجک منفجر بشه، انفجار میتونه به داخل برجک بره و بعد از اون مهمات تانک به صورت زنجیره‌ای منفجر بشه. احتمال دیگه اینه که در لوله تانک بسته باشه اما یه گلوله داخل لوله تانک قرار گرفته. در این صورت نارنجک میتونه گلوله رو منفجر کنه، مخصوصا اگه گلوله از نوع انفجاری باشه. با این حال باز اینم بعیده، چون سر جنگی گلوله تانک به اندازه‌ای قویه که در برابر شوک انفجاری که میتونه اون رو تا 4 کیلومتر دورتر پرتاب کنه مقاومت نشون بده. و اگه هم یه نارنجک بتونه گلوله رو منفجر کنه، نیروی انفجار تمایل داره مسیری رو طی کنه که کمترین مقاومت رو داره، مثل سر خروجی لوله تانک. گلوله‌های تفنگ هم مثل نارنجک ها آسیب زیادی به مهمات داخل لوله تانک وارد نمی‌کنن، اما گلوله یه تانک دیگه میتونه این کار رو انجام بده که صد البته شانس اتفاق افتادن همچین چیزی خیلی کمه. تا اینجا اگه از ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم که دکمه لایک رو بزنید و اگه چنل رو ساب ندارید دکمه سابسکرایب رو هم فشار بدید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید. در هیچ جای دنیا برنامه‌ای برای آموزش دادن پیاده نظام در رابطه با انداختن نارنجک داخل لوله تانک وجود نداره که دلایل خیلی زیادی هم میتونه داشته باشه. همه نارنجک ها داخل لوله تانک جا نمیشن. بیشتر نارنجک ها نمیتونن به راحتی از لوله تانک که از قطر 6 میلیمتر به بالا شروع میشه به خوبی این تانک تی-72 پایین برن و بیشتر نارنجک ها به شکل توپ های گرد نیستن، بنابراین نمیشه به سادگی اونها رو داخل لوله تانک به پایین غلط داد. جدا از اینها دویدن به سمت یه تانک برای انداختن نارنجک داخل لوله خیلی خطرناکه، چون داخل تانک همیشه یه نفر پشت مسلسل نشسته و آماده است تا هر جنبنده‌ای رو که میبینه هدف قرار بده. موقعیت تانک هم میتونه جوری باشه که لوله اون برای انداختن نارنجک به داخلش در دسترس نباشه. یه پیاده نظام معمولاً موقعی به یه تانک برای نابود کردنش نزدیک میشه که هیچ سلاح ضد تانکی در دسترسش نباشه که شامل پرتاب کردن مواد منفجره یا کار گذاشتن مین برای هدف قرار دادن نقاط ضعف تانک مثل زنجیرها میشه. پرتاب چیزایی مثل کوکتل مولوتوف در نزدیکی ورودی‌های هوا یا اگزوز میتونه تا حدی مؤثر باشه. اگه کسی بخواد با استفاده از نارنجک به یه تانک حمله کنه، از بین نارنجک انفجاری و نارنجک
نارنجک ترمایت یا حرارتی بهترین انتخاب میتونه ترمایت باشه، چون این نارنجک گرمای خیلی شدید ایجاد میکنه و قادر داخل لوله تانک رو ذوب کنه، جوری که تانک قادر به شلیک کردن گلوله نباشه. حالا با این اطلاعاتی که به دست آوردیم، به نظرتون این ویدیو که گفته میشه مربوط به جنگ سوریه است و در اون یه تانک T-72 رو به وسیله انداختن نارنجک داخل لوله نابود میکنن، واقعیه یا صحنه‌سازیه؟ در آینده ویدیوهای بیشتری درباره نبردهای بزرگ جنگ جهانی و تأثیرات این نبرد روی دنیا قراره که آپلود بشه، به همراه موضوعات نظامی جالب دیگه. اگه سوال یا پیشنهادی دارید لطفاً توی بخش کامنت با ما در میون بذارید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. ممنون از حمایت‌های همیشگیتون. تا ویدیوی بعدی، بدرود.